ترند لایناتون رو اینجوری میکشین. بچه این کاملا اشتباهه. شما باید اول یه گام پیدا کنی، توی پول بکش بیای چیکار بکنی؟ خط لاینتو بکشی. حالا این گامه، چرا گفتم گامه؟ سقفو زده، به خاطر این شده گام. حالا داره پول بک میزنه. وقتی که پول بک میزنه این میشه چی؟ ترند لاین. وقتی که شکسته شد مجازی به ورود، استاپش هم میذاری پشتش، حرکت بعدی. حالا این شد گام. چرا؟ سقف زد. حالا این که میخواد اصلاح کنه، می خط ترندتو میکشی، بعد اینکه تاییدیه رو گرفتی، ورود، استاپ، پشتش، باز میری باهاش بالا. نگاه کن، باز شد گام. چرا؟ سقفو زد. توی اصلاح ترند لاینتو بکش، تایید، ورود، استاپ، تیپی، برو حالشو ببر.